شما اگر نامه ملک جیمز رو، شاه اون وقت فرانسه و انگلیس یک کشور بودن، با خلیفه اندلس که در عصرهای 13 یا 14 است، اگر که از کتاب‌های تاریخ مطالعه کنید، در کتاب‌های تاریخ هست، من داشتم اون متن نامه رو جای. خیلی عجیب است وقتی مقایسه میکنم با وضع جهان اسلام. امروز جهان اسلام رو توسط گرانت پیشنهاد میکنن، دانشجویان ما رو میبرن در دانشگاه میآموزانن، کمک‌های تکنیکی میکنن، قرض میدهن، تکنولوژی جدید رو وارد میکنن. شاه بریتانیا مکتوب مینویسد و از خلیفه اندلس خواهش میکند که من یک هیئت رو با راهبری شاهزاده میفرستم از جوانان خودم کشورم، شما با اینها اسلوب دولتداری و تکنولوژی معاصر دولتداری رو بیاموزید و ما اگر خرجم لازم باشد پرداخت میکنیم.